تا حالا شده توی بازار پرنوسان گیر کنید، همون جایی که انگار هر کاری میکنید اشتباه از آب در میاد. یه حسی شبیه این که بازار یه زبان مخفی داره که فقط شما ازش بیخبرید. خب، امروز میخوایم دقیقاً همین کارو بکنیم. میخوایم با متد وایکاف کدهای این زبان مخفی رو با هم رمزگشایی کنیم. روشی که اصلاً برای فهمیدن همین حرکات طراحی شده. اینم از نقشه راهمون. اول از همه میریم سراغ تله‌ها و بازیگرای اصلی، یعنی پول هوشمند. بعدش 4 فاز اصلی بازار رو کالبد شکافی می‌کنیم. یاد می‌گیریم که کف و سقف‌ها چطوری شکل می‌گیرن و چطوری می‌تونیم تغییر روند رو تشخیص بدیم. و در آخر هم همه اینا رو توی یه جمع‌بندی کاربردی از متد وایکاف خلاصه می‌کنیم. بسیار خوب. بریم سراغ بخش اول، تله‌های معاملاتی و پول هوشمند. تا حالا از خودتون پرسیدید که چرا استراتژی‌های معمولی که همه استفاده می‌کنن خیلی وقتا جواب نمیده و واقعاً کی از این شکست‌ها سود میبره؟ این جمله دقیقاً میزنه به قلب مشکل. بازارهای بیروند و خسته کننده همون جاییه که استراتژی‌هایی که روی اندیکاتورهایی مثل میانگین متحرک حساب می‌کنن دیگه کارایی ندارن. اینجاست که معامله‌گرها به معنای واقعی کلمه تیکه پاره میشن و از بازی بیرون میافتن. داستان ما هم دقیقاً از همین نقطه شروع میشه. ببینید، توی بازار کلاً 2 تا بازیگر اصلی داریم. یه طرف معامله‌گرای خرد یا همون ماهیای کوچیک مثل من و شما. ما معمولاً روندها رو دنبال می‌کنیم و خب خیلی وقتا بالا می‌خریم و پایین می‌فروشیم. اما اون طرف قضیه پول هوشمند یا همون نهنگا هستن. تفاوت کلیدی اینجاست. اونا روندها رو دنبال نمی‌کنن. اونا روندها رو می‌سازن. خیلی ساده. پایین جمع می‌کنن، بالا می‌فروشن. حالا میرسیم به ایده اصلی و خیلی مهم. حرکات بازار اصلاً شانسی و تصادفی نیست. بازار یه چرخه قابل پیشبینی داره. چرخه وایکاف مثل یه داستان 4 قسمتیه که مدام تکرار میشه. قسمت اول، انباشت. اینجا جاییه که پول هوشمند بعد از یه ریزش بزرگ بی سر و صدا شروع به خرید میکنه. قسمت دوم، افزایش قیمت. یعنی روند سودی شروع میشه. قسمت سوم، توزیع. اینجا همونا دارایی‌هاشون رو به بقیه‌ای که تازه هیجان زده شدن میفروشن. و قسمت چهارم، کاهش قیمت که شروع روند نزولی جدیده. این کل نقشه راه بازاره. نکته کلیدی اینه، کل این چرخه اتفاقی نیست، بلکه نتیجه مستقیم کار بازیگرای بزرگه. فکرشو بکنید، اونا باید حجمای خیلی خیلی سنگین رو بخرن یا بفروشن. اگه بخوان یه دفعه این کارو کنن، قیمت سریع علیهشون حرکت میکنه. پس این 4 فاز در واقع استراتژی هوشمندانه اونهاست تا بدون اینکه کسی رو خبردار کنن، وارد و خارج بشن. خب، بیایید عمیق‌تر بشیم و فاز اول رو کالبد شکافی کنیم. آناتومی یک کف قیمتی. پول هوشمند دقیقاً چطوری موقعیت خرید بزرگ رو برای خودش میسازه؟ انباش یه فاز طولانی و معمولاً خسته کننده است که قیمت در جا میزنه. تو این مرحله سرمایه‌گذارای آگاه خیلی آروم و بی سر و صدا دارن از فروشنده‌های ناآگاه یا اونایی که وحشتگردن خرید میکنن. این دقیقاً همون بازار کلافه کننده‌ایه که اکثر معامله‌گرای خرد توش گیج میشن و آخرش تسلیم میشن. بیایید یه لحظه خودمون رو جای یه نهنگ بذاریم. شما میخواید میلیون‌ها دلار خرید کنید، ولی نمیخواید با این کارتون قیمت رو منفجر کنید و ببرید بالا. سفارش‌های معمولی بازارم که خیلی کوچیکن. پس سوال اینه، این همه فروشنده رو از کجا باید پیدا کنید؟ اینم از راه حل هوشمندانشون. چیزی به اسم فنر یا همون تله خرسی. اونا یه حرکت نهایی و تیز به زیر یه سطح حمایتی کلیدی رو مهندسی میکنن. این کار باعث میشه حد ضرر خیلی ها فعال بشه و یهو سیلی از سفارش‌های فروش سرازیر بشه. و خب پول هوشمند هم با کمال میل همه اونها رو تو قیمت پایین میخره. فرایند انباش یه سناریوی خیلی دقیق داره. اول اوج فروش رو داریم، یعنی جایی که همه از ترس دارن میفروشن. بعدش یه رالی خودکار داریم که یکم امید ایجاد میکنه. بعدش تستای ثانویه اتفاق میفته، یعنی بازار دوباره برمیگرده به کفها. بعد نوبت فنر میرسه، همون تله نهایی که آخرین فروشنده ها رو هم از بازی بیرون میکنه. و در آخر هم نشانه قدرت رو داریم، جایی که بازار شروع میکنه به ساختن کفهای بالاتر و این یعنی دیگه فروشنده‌ای تو بازار نمونده.
بسیار خوب. حالا بیایید سکه رو برگردونیم و بریم سراغ آناتومی سقف قیمتی. پول هوشمند چطوری دارایی‌هاش رو به توده مردم میفروشه؟ توزیع دقیقاً تصویر آینه‌ای انباشته. هدف اینه که موقعیت‌های فروش بزرگشون رو بفروشن به کیا؟ به اون خریدارای هیجان زده و دیرهنگامی که تازه وارد بازار شدن. این مقایسه مستقیم همه چیز رو روشن میکنه. اوج فروش که از ترس میومد، حالا تبدیل شده به اوج خرید که از طمع میاد. تله خرسی که فروشنده ها رو به دام مینداخت، حالا شده تله گاوی برای به دام انداختن خریدارها. و نشانه قدرت هم جاشو به نشانه ضعف میده. تاکتیک ها همونن، فقط روانشناسی و هدف کاملا برعکسه. این جمله به بهترین شکل ممکن اوج هیجان بازار را توصیف میکنه. این همون زمانیه که عمو و مادر بزرگ شما هم شروع میکنن به خریدن بیت کوین و دقیقاً همینجاست که اونا به طور کامل نابود میشن. این یعنی اوج فاز توزیع. خب این همه تئوری خیلی هم عالی، ولی چطوری میتونیم به شکل عملی ازش استفاده کنیم؟ بیاد یه نگاهی بندازیم به یه الگوی ساده‌تر و کاربردی برای اینکه بتونیم تغییر روندها رو در لحظه تشخیص بدیم. برای اینکه بفهمیم روند داره عوض میشه، فقط به 2 تا نشونه کلیدی احتیاج داریم. اول، شکست تایید شده یه خط روند قبلی. این یعنی داستان قبلی تموم شده. دوم، تشکیل شدن یه سقف بالاتر و یه کف بالاتر برای یه روند سودی جدید. این یعنی داستان جدیدی داره شروع میشه. همین 2 تا قانون ساده خیلی قدرتمندن. خب یه استراتژی ورود تهاجمی میتونه این شکلی باشه. اول دنبال یه بازگشت وی شکل با حجم بالا بگردید. بعد خط روند جدید رو در امتداد سقف‌ها رسم کنید. حالا صبر کنید تا قیمت خط روند رو به وضوح بشکنه و بره بالا. و در نهایت وقتی قیمت به خط روند شکسته شده پول بک زد و اون خط حالا به عنوان حمایت عمل کرد، وارد معامله بشید. بسیار خوب، رسیدیم به جمع‌بندی. پیام نهایی این تحلیل چیه؟ اینکه خط زدن رو متوقف کنیم و به جاش خوندن بازار رو شروع کنیم. بیایید این 2 تا طرز فکر رو با هم مقایسه کنیم. معامله‌گری که بر اساس اندیکاتوره همیشه واکنشیه، همیشه یه قدم عقبه. این روش میپرسه الان چی شد، اما معامله‌گری که بر اساس ساختار بازار پیش دسانه است. این روش با درک علت و معلول از خودش میپرسه بازار داره چه داستانی رو تعریف میکنه و قدم بعدی این داستان چیه. این یه تغییر نگرش اساسیه. و اینم ایده اصلی، پرایس اکشن یا همون رفتار قیمت پادشاهه. تحلیل واقعی یعنی درک ساختار بازار و روانشناسی پشت اون، نه فقط تکیه کردن به چند تا اندیکاتور. و در آخر این سوال رو برای شما به جا میذارم. آیا شما هنوزم فقط دارید نمودارهای تصادفی رو تماشا میکنید یا از این به بعد داستان پشت اونها رو میخونید؟